23م سنت از سنت های فراموش شده، البدء بالوضوء عند الاغتسال، که پیش از غسل باید وضو بکنیم. یعنی حال فعلا بسیار مردم از وقتی که می شاوری گپا برآمده که می شاور که شروع کرد دیگه فرق سر شاو دیگه آمده میره، در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از اینکه غسل بکنه وضو می گرفت. در حدیث شریف می، حدیث صحیح نسائی است، نمبر 247 حدیث نسائی است و امام البانی هم گفته که حدیث صحیح است، ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اغتسل من الجنابه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که غسل جنابت میکردن، بدأ فغسل یدیه، اول دستای خود میشستن، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، باز وضو میگرفت، اونمو قسم وضویی که برای نماز میگرفت، ثم يدخل اصابعه الماء، ثم يدخل، باز داخل می نمود اصابعه انگشتایش الماء در آب، فیخلل بها اصول شعره، باز خلال میکرد اصول موشه، یعنی بیخای موشه، ثم يصب على رأسه 3 غرف، باز آب میریختان بالای سرش 3 کف، ثم يفيد الماء على جسده كله، باز آب بالای تمام جسدش می انداخت. اینالی طریقه مصنوعی است که ما چی کنیم؟ اما وضوی خود قبل از غسل باید چی کنیم؟ وضو بکنیم.